هایی که داره در مناطق مختلف انجام میده الان داریم. این هواپیما در کشورهای اطراف ایران پروازهای زیادی داشته. در عملیاتی که در پاکستان انجام شده خیلی از درگیری ها رو این هواپیما هدایت کرده. هواپیما میاد در پایگاه قندهار مینشینه و تاکسی میکنه، میاد در مقابل این آشیانه پارک میکنه و حتی از اینجا تاکسی میکنه میاد اول با اون پرواز میکنه. اینا دیگه فیلماش هست. پایگاهی که هواپیمای بدون سرنشین آرکیو 170 از اونجا برخاست و هیچگاه به این پایگاه برنگشت. این نقشه عکس هوایی عکس هوا پارک میکنه. این پایگاه تقریبا در فاصله 420 کیلومتری از مرزهای شرقی ما در داخل افغانستان. این هواپیما تنها هواپیمایی نیستش که در این پایگاه سازماندهی شده، بلکه هواپیمای نوع‌های دیگه هست، سری‌های MQ که هم تو کارهای شناسایی و مراقبت استفاده میشه و عمده بمباران‌هایی که امریکایی‌ها بر علیه افغانی‌ها و پاکستانی‌ها دارن انجام میدن از همین پایگاه هواپیما بلند میشه، از داخل همین محوطه، همین آشیانه‌هایی که ما نشون میدیم.